سلام درود دوستای عزیزم، سمیرا قریشی هستم. امید که همه‌تون خوب باشین. دوستای عزیزم به بخش فونیک پارت 4 همچنان خوش آمدین که بسیار مهم است. از سر ام شروع میکنم و در این ویدیو همچنان من دو تخته را بر شما خواهم دوباره پر کرد و دوستای عزیزم باش من مارکر را بگیرم. در اینجا ام، حرف ام را پس دوباره شروع میکنیم. ام صدای میم را افاده میکند به شکل ازی که مون، مهتاب، ملک، شیر. اینجا میم اصلا در زبان دری افاده میکند. و حرف ان، این حرف صدای نون را افاده میکند در زبان دری و هرگاه قبل از ام واقع گردد تلفظ نخواهد شد. چگونه؟ مثلا نیت ضرورت داشتن خب مثال نون است، یعنی حرف نون را افاده خواهد کرد. ولی در اینجا که من خط زیرش کشیدیم دوستای عزیزم، government نه government، این تلفظ نمی شود چون که قبل از ام آمده. این تلفظ هیچ وقت نمی شود government. و دوستای عزیزم بخش سیومش یا سیومین آپشنش اس او، این هر صدای واو را افاده می کند. به شکل چی؟ به شکل عمر، اورنج، اولد، کهنه. کنش واو می باشه. اگر ما ایره به شکل فونیک به زبان دری اگر سرچش بکنیم و حرف پی، این حرف صدای پی را افاده می کند. مثال و بیش از مثال اینجا یک قانون دارد. هرگاه در آغاز کلمات قبل از ان و اس واقع گردد تلفظ هیچ وقت نخواهد شد. به شکل چی؟ به شکل ازی دوستای عزیز، اینجا به سایکولوژی ما هیچ وقت نمیگوییم چون که پرنانس ما بسیار پرنانسیشن ما خواهد خراب شد. سایکولوژی ما میگیم، سایکولوژی روانشناسی. و بخش دومش که گفتیم قبل از ان همچنان نمونیا نه پنمونیا، نمونیا. ما ایره تلفظ خواهیم کرد. و به بخش آخر این تخته که کیو است به شکل کی صدای کاف را افاده می کند و به شکل کیون، ملکه، کوایت میتونیم همچنان آرام بگوییم. بر صورتش دوستای عزیزم پشت معنای اینها شما نگردید، فقط تلفظ را شما باید متوجه باشید و در تخته بعدی تا چند ثانیه بعد من بر شما خواهد دیگه حروف را نوشتم. و دوستا در اینجا بخش دوم، یعنی بخش پنجم ببخشیم، فونیک پارت 5 که است. در اینجا دوباره ما حروف اینجا داریم که قسم گفتم در تخته دوم که از حرف آر شروع میکنم. حرف آر صدای ری را افاده میکنه در زبان دری. مثلا read، rule، rabbit. read خواندن، شما باید دیگه امروی خود یک ذره کار بکنید. rule قانون، rabbit خرگوش. و بخش دومش یا آپشن دوم در این تخته اس، این حرف صدای سی، سین، سات و یا سوات را در زبان دری افاده می کند. به شکل از این مثالش سن، آفتاب، ست، تنظیم کردن، استودنت، شاگرد. حرف تی، این حرف صدای تی را در زبان فارسی افاده می کند و هرگاه در وسط کلمات قبل از یعنی سی، اچ واقع گردد تلفظ نخواهد شد. به شکل ازی تاک. اینجا ببینید دوستای از این قسمی که من پیشتر گفتم ال تلفظ نمی شود، ولی این حرف ما موضوع ما سر تی است چون اینجا تی تلفظ می شود تاک و سر ال نمی بس نمی کنیم. ولی در مثال بعدی watch، اینجا هیچ وقت watch نمی گوییم. watch از اینجا در اینجا مثلا وصل میشه. و بحث یا آپشن چهارم، بله یا چهارم که است یو است که صدای واو را بعضی اوقات افاده می کند و خود یو به شکل ازی ultra یعنی unique. و بخش آخرش که وی می باشد مثال، یعنی ببخشید این یعنی مثال از اینها است، صدای وی را یعنی می کشد به شکل ازی مثالش very، vice، victim، قربانی، vowel حروف صدادار یا صدا، view دیدن را میگه. امید که از این ویدیو من همچنان شما یک چیز برداشت کرده باشید و برای بیشتر از ویدیوهای من مرا فالو بکنید تا که بهترین درس های زبان انگلیسی را من برای شما ارائه بکنم.